همدیگران عزیز، شخصانی که در روسیه هستند، ما یک گروه سرندگان جمهوری تاجیکستان در خدمت شما هستیم. مرحمت قهوه‌خانه نو در لنینگراد شاسی در دهه لاشکی کشاده شده است که با سرودهای تاجیکی با طعم‌های ملی شما را دعوت میکنند. در اینجا سرندهای از جمهوری تاجیکستان با مانند فرشته بانو محیدین و جمیله بانو کریمова، جمیله اکرامова، عابدین شمسیدی، شبنم شمس و دیگر سنت‌کاران می‌بینید. با آواز زنده بحری همه مسافرانی که از جمهوری تاجیکستان در شهر روسیه هستند برآمد میکنند، خاطر شما را شاد میگردانند و در این قهوه‌خانه طعم‌های بالذت، طعم‌های تاجیکی و مانند قورتاب، شکر و آش بریده، آش پلو برای همه شما مخلصان صنعت و همدیران عزیز پیشکش کرده می‌شود. سراغ با تلفن‌های در پایان ذکر شده می‌توانید در رابطه برای بعد شما برای مقدم اگر از نظام که آمدید بخصوصی خود را همچون در جمهوری تاجیکستان اسم می‌کنید. همه شما را دعوت می‌نماییم. محمد امروز خصوصاً کنسرت فرشته بانو محیدین و جمیله اکرامова و کریمه عابدین شمسیدین است. اگر امروز که اومده نتونستید مرحمت پگاه دیگر روزها ما شما را انتظار هستیم. مرحمت. شما برادر عزیز زنده باشین، سربلند باشین. قدم‌های همه شما را به این درگاه خیر مقدم میگم. سربلند خانواده باشین. مرحمت سرور همش بارش به خاطر همه شما بازم خوش آمدید. Kapı tatsızı